رئیس جمهور غنی قبل از ظهر امروز به منطقه سینما پامیر شهر کابل رفته و به جمعی از رضاکاران و شهروندان کابل که برای پاکسازی شهر و حفاظت از محیط زیست گرد هم آمده بودند سهم گرفت. رئیس جمهور حفاظت از محیط زیست و پاک نگه داشتن شهر را وظیفه شهروندی هر فرد دانسته و از همه خواست تا در قبال شهر خود مسئولیت پذیر باشند. ما و شما یک مشکل بنیادی داریم. خانه خود پاک نگاه میکنیم، کوچه را از خود نمیدانیم. شهر از خود نمیدانیم از خاطر که تمرکز ما سر کوچه است. تمام زندگی ما و شما با هم بسته است. اگر تمام شهر، تمام مملکت از خود ندانیم، در خانه آرام بوده نمیتونیم. بنابراین من میخوایم از همه شما تشکر کنم و تمام مردم سرشان صدا کنم که در این حرکت اجتماعی همراه شما یک جای شود. رئیس جمهور همچنین گفت که پاک نگه داشتن شهر تنها مسئولیت کارمندان شهروالی نبوده، بلکه وظیفه و واجبه هر فرد این کشور است تا دست به دست هم داده و شهر خود را پاک نگه دارند. دولت، جامعه مدنی، تمام شهروندا باید دست با هم بتیم تا محیط زیستی را ایجاد کنیم که همه پاک باشه و مخصوصا از کارکنای شهروالی که روزانه در این قسمت قربانی میتن و زحمت میکشن، هم امتنان میکنیم خداوند شما رو داشته باشه و خداوند هم مخصوصا جوانا را که نقش مسئولیت پذیری را گرفتین، چون شهروندی مانایش تنها حقوق نیست، واجب است و ما باید هر کدام سه خود به قسمت واجبه ادا کنیم. دیگه من یه هفته را به تمام مردم افغانستان و خاصتا به حرکت شما تبریک میگم و انشالله تعالی نتایجش بسیار امیدوار کننده خواهد باشد. همچنان یک تن به نمایندگی از رضاکاران سهیم در برنامه پاکسازی شهر کابل از این اقدام رئیس جمهور غنی ستایش کرد. با نمایندگی از شبکه رنگین کمان یک جهان تشکر از رئیس جمهور محترم دلسوز مسئولیت پذیر که امروز در برنامه ما آمدن. خیر مقدم عرض کنیم، واقعا افتخار میکنیم که همچین رئیس جمهوری داریم که برای نظافت شهر و فرهنگ شهرسازی قدم رنجه کردن و با ما همصدا و همگام شدن.